سلام بچه ها، من اومدم با دومین پست از پستای آموزشی کانالم و راستیتش خیلی با یوتیوب دارم حال میکنم. من همیشه توی این اینستاگرام مجبور بودم یک سری از مطالب آموزشی رو توی یک ریلز خیلی کوتاه جا بدم، چون آدمایی که توی این اینستاگرامن حوصله و صبر خیلی پایینی دارن. ولی خب توی یوتیوب الان که دیدم کلیپم مثلا 200 تا ویو خورده، یعنی گفتم 200 نفر 20 دقیقه نشستن حرفای من گوش دادن، خیلی واسم لذت بخش بود و کلا حس میکنم کسایی که توی یوتیوبن خیلی بیشتر دنبال آموزشن و حوصله خیلی بیشتری دارن. اما تو دومین پست کانالم میخوام در رابطه با 5 تا اشتباه رایجی که مطمئنم اکثر شما تو مسیر رعایت رژیم حداقل یکی دو مورد از این 5 تا مورد رو مرتکب شدیم و همین قضیه باعث شده که رژیمتون رو رها کنین و از رژیم خسته بشین و دوباره برگردیم پله اول. بریم سراغ اولین اشتباه رایجی که حالا به اکثر بچه‌هایی که از من رژیم میگیرن میبینم که دچار این اشتباه میشن. خب ببین، وقتی شما به یک رژیم درمانگر اعتماد میکنین و رژیم ازش میگیرین، اون رژیم درمانگر بر اساس نیاز بدن شما، حالا فعالیتی که دارین، قد و وزنتون، میاد درصد پروتئین و کربوهیدرات و چربی و براتون در نظر میگیره و خب اونو توی رژیم براتون میذاره. و خب من برای همه بچه‌ها توضیح میدم که مثلا کالری دریافتی روزانه‌تون مطابق با نیاز بدنتون اینقدر، سعی کردم 25 درصدش مثلا از پروتئین باشه، 20 درصدش از چربی، 50 درصدش از کربوهیدرات. بچه‌ها میان چیکار میکنن؟ رژیمو میگیرن و هر روز خودشونو درگیر این ماجرا میکنن که من امروز چند درصد پروتئین دریافت کردم، چند گرم پروتئین دریافت کردم، کربوهیدراتم چه جوری بود. این وقتی براتون یک رژیم نوشته میشه و بهتون منو داده میشه، شما هر کدوم از گزینه‌های منو رو انتخاب کنین و مطابق با رژیم پیش برین، مطمئن باشین توی چارچوب رژیمین و اینکه بیاین خیلی زیاد وسواس به خرج بدین و خودتون رو درگیر جزئیات کنین، واقعا شما رو خسته میکنه. و اینقدر وسواس به خرج دادن برای یک کسی که میخواد صرفا وزنش رو بیاره پایین و سبک غذاییش رو تغییر بده، سبک غذایی سالم تری داشته باشه، اصلا نیاز نیست. یکی که قراره توی حالا مثلا مسابقات بدنسازی شرکت کنه، واقعا مهمه که درصد کربوهیدرات، پروتئین و چربیش هر روز روی نظم باشه، ولی واسه یه فرد عادی اصلا احتیاجی نیست و شما رو خسته می‌کنه. یا مثلا خیلی زیاد درگیر کالریا شدن، اینکه هر چیزی رو میخوریم به صورت وسواسگونه بریم وارد نرم افزار کنیم و اگه 20 کالری، 30 کالری یا حتی 100 کالری بیشتر از کالری روزتون خوردین، رو کنیم به سرزنش کردن خودتون و خب اینم باز شما رو از رژیم خسته میکنه. یک سری از بچه‌ها همراه با رژیم ورزششون هم شروع میکنن و وقتی که میخوام من رژیم رو براشون طراحی کنم، عکس کلی مکمل و برای من میفرستن که اینا رو چجوری استفاده کنم، که بعد میبینم توی مکملاشون BCAA، آمینو، پروتئین و کراتین. یکی که تازه ورزشش شروع کرده واقعا احتیاج به این همه مکمل نداره. من برای کسایی که حالا مثلا 1-2 سال منظم دارن ورزش‌های قدرتی مثل بدنسازی رو انجام میدن، اگه ببینم پروتئین دریافتی، یعنی از غذا نمیتونن مطابق با شدت تمرینی که دارن پروتئین دریافت کنن، براشون پروتئین وی و در نهایت کراتین مینویسم. ولی یکی که تازه ورزش شروع کرده قطعا با تغذیه همین معمولش میتونه پروتئین کافی رو برای بدنش تامین کنه و این کار فایده‌ای که نداره هیچ، فقط دور ریختن پولتونه. مثلا این که میگن زمان طلایی بدن وقتی که شما ورزش میکنین تا نیم ساعت بعدش مطابق با شدت تمرینی که دارین باید پروتئین و کربوهیدرات رو به بدنتون برسونین تا مایچه‌هاتون زودتر ریکاوری بشه. و خب بچه‌ها وقتی میبینن مثلا از این نیم ساعت و 1 ساعت بعد تمرینشون این پروتئین رو استفاده نکنن، باز دچار استرس میشن، دچار اضطراب میشن.
در صورتی که اونقدرها مهم نیستش، در واقع کل پروتئین دریافتی روزتون مهمه. اگه شما یه روزی فراموش کردین که اون پروتئین و کربوهیدرات بعد تمرینتون رو با خودتون ببرین، اشکالی نداره 2 ساعت بعد، 3 ساعت بعد یا حتی تو بقیه وعده هاتون جبران کنین اون میزان پروتئین رو. پس در نهایت زیاد درگیر جزئیات نشین، چون از رژیم واقعا خستتون میکنه. و اما اشتباه دوم، شما وقتی رژیم رو شروع میکنین به یک سری از غذاها معمولا برچسب خوب میزنیم، به یک سری از غذاها برچسب بد. مثلا شکلات بده، سبزیجات خوبه، برنج سفید بده، برنج قهوه‌ای خوبه. و خب همین برچسب زدنه باعث میشه که شما نتونین مدت زمان طولانی رژیمو رعایت کنین. چرا؟ چون بالاخره پیش میاد توی یک شرایطی قرار بگیرین و شکلات بخورین یا بستنی بخورین و چون از لحاظ روانی اینقدر این بستنی و شکلات واسهتون سنگینه، اینقدر پیش خودتون بدش کردین که وقتی این خطا رو مرتکب میشین نمیتونین خودتون رو ببخشین و باز هم همین باعث میشه که از رژیم خسته بشید. کلاً یک رازی که در رابطه با رژیم‌های غذایی که بلند مدت میتونین رعایت کنین و کاهش وزن‌های بدون برگشت براتون داشته باشه اینه که توی رژیم بتونین انعطاف داشته باشین، دستتون باز باشه. قانون 80-20 رو رعایت کنین. شما اگه در طول هفته 80% سبک غذاییتون جوری باشه که به سلامت بدنتون کمک کنه، 20% دیگر رو واقعا میتونین از چیزایی که دوست دارین استفاده کنین. خودم به شخص عاشق چیزکیک سن سباستیانم و یا عاشق پیتزام و کل هفته رو خیلی خوب رعایت میکنم، ولی همیشه ته ذهنم یک انگیزه‌ای دارم که آخر هفته من قراره برم پیتزا بخورم و انگاری اون پیتزا به انرژی میده برای اینکه هفته آینده‌مو همونقدر منظم پیش ببرم. به غذا برچسب خوب و بد نزنید. شما از همه غذاها در طول دوره رژیمتون میتونین استفاده کنین، ولی با قانون 80-20 و بودن توی محدوده کالری که از کالری مورد نیاز بدنتون بیشتر دریافت نکنین که وزنتون تغییر نکنه یا وزنتون برگرده. برای همه بچه‌هام در طول هفته یک وعده چیت میذارم. یک وعده، نه یک روزه چیت، یک وعده چیت. حتی اگه از کالری دریافتی روزانه‌شون بیشتر شد هیچ اشکالی نداره. اون یک وعده هم باعث میشه که از رژیم خسته نشن، هم اتفاقا یه شوکی به بدنشون وارد میکنه که متابولیسمشون افت پیدا نکنه و دچار استاپ وزنی نشن. و اما اشتباه سوم که مطمئنم همتون حداقل یه بار این اشتباه رو مرتکب شدین، وقتی که شروع میکنین به رژیم گرفتن تغییرات یهویی و ناگهانی توی سبک غذاییتون ایجاد میکنین. مثلا هر روز هفته عادت داشتین برنج بخورین، برنج رو کلا هضم میکنین، یا شیرینیجات و شکلات رو هر روز میخوردین یهویی حذفش میکنین. یا مثلا میخواین زود نتیجه بگیرین، میگین که من الان کالری دریافتیمو خیلی میارم پایین، بذار به وزن ایده‌آلم برسم، اشکال نداره بعدش حالا برمیگم به رژیم عادی ولی زیاده روی نمی کنم که وزنم برگرد. ولی خب اینا همش باعث میشه که شما مجدد توی رژیمتون شکست بخورید. محدود کردن خودتون نسبت به چیزایی که سالهاست جز سبک غذایی شماست باعث میشه از رژیم خسته بشین. از طرفی محدود کردن خیلی زیاد کالری شاید شما ماه اول، هفته اول خوب وزن کم کنین، ولی باعث میشه که بدنتون نسبت به رژیم مقاوم بشه، متابولیسمتون بیاد پایین. وقتی که شما از کالری مورد نیاز بدنتون کمتر دریافت میکنین، خیلی کمتر، بدنتون وارد فاز قطعی میشه و احساس میکنه که شما الان توی یک فازی که بهتون انرژی کافی نمیرسونه و به همون نسبت متابولیسمتون رو میاره پایین تا بتونه پاسخگوی نیازهای اولیه بدنتون باشه. توی رژیم‌های کم کالری شما معمولاً عضلاتتون که یکی از بافت‌های خیلی مفید برای بدنتون رو از دست میدین، آب بدنتون رو از دست میدین و هورموناتون به هم میریزه. هورمون لپتین، گرلین، تیروئیدتون، اینا همش تعادلش به هم میرسه و باعث میشه که شما
بعد از یک مدت ولعتون نسبت به غذا خوردن خیلی بره بالا و همه اینا کنار هم باعث میشه شما بعد از یک رژیم خیلی کم کالری و یا رژیمی که خیلی تغییرات یهویی توی سبک زندگیتون ایجاد کرده وزنتون حتی از اولش هم بیشتر بشه. پس اگه یک کاهش وزن بدون برگشت میخواین، لازمه که فقط بین 200 الی 500 کالری از نیاز بدنتون از کالری دریافتی روزتون کمتر مصرف کنین. و خب کاهش وزن بین نیم تا 1 کیلو در هفته کاهش وزن اصولیه و کاهش وزنی که براتون بیشتر هم میمونه. اگه سبک غذاییتون تغییر نکنه که کلا باهاتون میمونه، ولی اگر حتی سبک غذاییتون تغییر کرد، یک جای خطا کردین، سریع وزنتون بر نمیگرده. و اما اشتباه چهارم، اینکه هر جا وارد میشین یا هر جایی میرین به همه اعلام میکنین که رژیم هستین. یه مهمونی یه چیزی بهتون تعارف میکنن، شما میگی من رژیمم نمیخورم و خب بهتون میگن که حالا یه بار اومدی مهمونی اتفاق خاصی نمیفته. تو خونه میگی من رژیمم اینو نمیخورم، حالا یه شب از بیرون غذا سفارش دادیم، اشکالی نداره. توی بین دوستاتون مثلا با هم میرین کافی شاپ، میگن که مثلا اینو سفارش بدیم، شما میگی من نمیخورم رژیمم، میگن حالا یک بار اومدی کافی شاپ، اشکال نداره. و خب بعضیان با حرفاشون واقعا آدمو ناراحت میکنن و باعث میشن که آدم انگیزه‌شو از دست بده. این که مثلا به یه عده میگی رژیمم، برمی‌دارن میگن که تو که همیشه رژیمی، هیچ وقت هم لاغر نمیشی و خب این واقعا بار روانی سنگینی داره. وقتی رژیمتون رو شروع میکنین به هیچ کس نگین، توی سکوت رژیمتون رو رعایت کنین، بذارین نتایج خودشون نشون بده. اونجا که یکی بهتون میگه وای چقدر خوش‌تیپ شدی، چقدر لاغر شدی، اونجا میتونی بگی که من چند ماه توی رژیمم. ولی اگه قبلش بگی، قطعا با رفتارشون یا حرفاشون شما رو از رعایت رژیم منصرف میکنن، انگیزتون رو میگیرن. کنار این که توی سکوت پیش میرین، یک سری از پیجایی که به صورت اغراق آمیز میان یک سری از مطالب رو میگن و آنفالو کنین، اصلا بلاک کنین. چند تا پیج خوب که بر اساس مقالات و تحقیقات میان صحبت میکنن و فالو کنین و بر اساس اطلاعات همون چند تا پیج جلو برین. پیجایی که بهتون قولای خیلی عجیب غریب میدن که با فلان رژیم یا فلان دمنوش یا فلان مکمل مثلا یک وزن عجیب غریبی رو تو مدت زمان کم کنین، قطعا این پیجا کلاهبردارن و دارن از این خواسته ذاتی ما که دوست داریم به هر هدفمون خیلی سریع برسیم سوء استفاده میکنن و دنبال اینن که بتونه ازتون بگیرن یا وقتتونو. ما اشتباه آخر، بیشتر ما آدما فکر میکنیم چیزی که باعث میشه ما به هدفمون برسیم انگیزه داشتن برای رسیدن به اون هدفه، ولی در واقع انگیزه فقط شاید به شما کمک کنه که اون هدف رو استارت بزنین، نهایتا یه هفته یا 1-2 روز همراهتون باشه. چیزی که شما رو در نهایت به هدفتون میرسونه دیسیپلین داشتنه. من تصمیم گرفتم امسال هر طور شده به وزن ایدئالم برسم. ابتدای مسیر خیلی انگیزه دارم، ولی این انگیزه نیستش که باعث میشه شما به وزن ایدئالتون برسین. دیسیپلین داشتن و نظم داشتن. باید به خودتون قول بدین تو شرایط مختلف، به غیر از مریضی که واقعا نمیشه کارش کرد، توی مسافرت، مهمونی، توی شرایط روحی و احساسی بد، سابق با همون شرایط یک قدم هر چقدر کوچیک برای اون هدفتون بردارین و هدفتون رو کامل بیخیال نشین. اگه مسافرت میرین، درسته نمیتونین گزینه‌های سالمی رو انتخاب کنین، ولی میتونین حواستون به کالری دریافتی روزانه‌تون باشه که اون وزنی که کم کردین بر نگرده. اگه مهمونی دعوت شدین، میتونین از صبحش یک سری برنامه ریزی کنین که توی مهمونی دستتون بازتر باشه، هم بتونین از مهمونی لذت ببرین، هم زیاد رژیمتون رو خراب نکرده باشین. اگه تو شرایط روحی و احساسی بدی هستین، باید به خودتون کمک کنین که بتونین از این شرایط بیاین بیرون. میتونه پیاده روی باشه، میتونه نوشتن و ژورنال کردن باشه. حتی روزایی که حالتون بده، واسه اون روزتون، واسه هدفایی که دارین، برنامه‌ریزی‌های کوچیک کوچیک کنین و شروع کنین به تیک زدن این برنامه‌ها. همین تیک زدن باعث ترشح دوپامین توی بدنتون میشه و واقعا حالتون رو بهتر میکنه. به نظر من یکی از بدترین کارهایی که وقتی حالتون از لحاظ روحی بده میتونین بکنین این که صبح تا شب توی رخت خوابتون باشین و هیچ کاری نکنین.
من توی پست قبلی کانالمم بهتون گفتم که چیکار کنیم که بتونیم توی مسیر کاهش وزن استمرار بیشتری داشته باشیم. این پستم تموم شد. امیدوارم واقعا براتون مفید باشه. اگه سوالی داشتین توی کامنت ازم بپرسین، حتما جوابتون رو میدم. تا پست بعدی، خداحافظ.